пешвоҳои озинҳоро гӯш мекардем иншаллоҳ. Ино чӣ хел мардума фиреб карда ба худшон яъне фаҳм мекунанд яъне. اینکه مقصد این خیلی دین اسلام نه خیلی تو همه کارهایی که در مورد درون میشود همه رو که اطراف این بچه رو اطراف نکریس است بولی خیلی گوشش است در سعودی خونده که نبرو طرف داری او وقت تبدیل او رو پیش قطعی ممداست. یعنی در اینجا این دکتری خبیث میگوید که همون انسان تو یعنی که سخنهاش یعنی اپرودت کن، تو بگو که یک انسانی هست که در سعودی خوندگی هست، عقیده تو رو قبول دارد، بیارویم با او صحبت کن، تو بگی به پیش من بیارش، یعنی که بعداً مقصد آزیرش کنیم ده شرمنده ها یعنی همه چیز کرده چیزی که شما گفته در بین ما داخل شده چیکار میکنن؟ مردم مایده فریب کرده میبرن. الله خورشون کناد این کذاب رو بگه که شر بیرا میگه دو تا کذابی دارد، اینو تمام حیاتش دروغ است، کذابی است و در دینش در خودشان کذاب است. اینجا میگه که بیرا میگه خودت مثل همون حکم میگه، یعنی نفاق تعلیم داده است، یعنی مثل همون شام میگه. اویو یک انسانی که به عقیدهش باور دارد همین گپ گفته میتونه که خودت مثل همون حکم گفت. مثلا ما یگان برادر نمیگیم که به اهل بدعت گروش را خودت مثل همون حکم گفت، برای اینکه این کفر است، این یک گمراهی است، یک ضلالت است. اعوذ بالله. بعد از این میگه که بگو که در سعودی خوندگی بوده میگه، یعنی این دکتری گفت آرزو میکرده که همین در سعودی خوندگی نومش براید، شاید که خودش دکتر گفت است به یک شوخی. این دکتر حیوانات است، همین گفت پو خیلی بعضی کسلی های پوست میشد، یکون شکمش دم میشد، همین دکتر میبرید فرزن کرده نتواند. مثلا بخشی شیخ برای نگاه کنید برای همون در سعودی خوندگیش با یک نگاه کنید چه ترجمه را حوزی نمیفهم. نگاه کنید چی میگوید نسبت شما اکن یک گپ زدگی است و یک برادر وقتی که می نویسد ابو محمد مدنی حفظه الله می نویسد ببینید چه ترجمه میکند سعودی خوندگی. نگاه کنید ابو محمد مدنی حفظه الله مقصود میگه اون تعالش کن مدنی خدا نیست که خدا را حفظت کنه. اعوذ بالله این گپ کفری است. تطهیر یعنی ببینید که میگوید که حفظه الله یعنی که ابو محمد مدنی حفظه الله آخر الله حفظش کند. ترجمه را نمیفهمد. سبحان الله. حفظه الله یعنی حفظه الله، یعنی الله همون انسانی که ما نامش گرفتیم حفظش کنه. این دیوانه ها برای همین بسری ما چقدر تومت ها میزنن، بسری اهل سنت چقدر تومت های کذابی میزنن، خودشون نمیفهمن. اگر باور کنید یگون برادر باشد که افندی حقیقی گفته همین اوزیلی ها را قصاش کم یک سال دو سال جمع کرده است، افندی حقیقی زنده روی دنیا و افندی تاجیک نمیشه ماند، افندی های تاجیک یکو افندی من دکتر ماند، یک افندی همین قصه کودک بوده اون افندی ها را نقل کردن، کودک ها به افندی ها را گفتن میخندانه در نمینه گفتن در کورس پس کرده میکروفون کدی گوشه سایکی براو در گروه نو مثل امنو شو بگو که سعودی خوندگی او تو سعودی خوندگی نیستی، تو غیر از بوزی گو تو چی را خوندی؟ بعد از این اگر یک سعودی خونه دارد مگر یکون شوخ میبرد گمراه است. این گمبود اومد با میخی شرمنده ساخشی نه این بله الله مستعان.